даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар шаҳри ҳисор аз рӯи номинатсия адабиёти бачагона ба кори худ идома дод. Ин даврро иштироки тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва хонандагони синни хурди мактабӣ бештар ҷолибу шавқовар гардонид. онҳо бо як лаҳни ширини ба худашон хос баромад намуда ҳозирин ва аъзои ҳакамонро мутаҳайир месохтанд. дар ин номина шумораи иштирокчиён дар маҷмӯъ аз шаҳрҳои ҳисору турсунзода, ноҳияҳои шаҳри нав, варзоб ва рӯдакӣ ба 18 нафар расид ки онҳо бо омодагии хеле ҷиддӣ ба озмун ташриф оварда буданд. аввалин шуда ба саҳна аз рӯи номинаи адабиёти бачагона Назар ва Мукаррам аз шаҳри ҳисор баромад намуда донишу маҳорати худро пешкаши ҳакамон намуд. ای وطنم جانی من خاور تو بستانی من بی تو کجا نوبهار قطره بارانی من. инчунин Фирдавс Камолов, Далер Бобоев аз шаҳри ҳисор, Муҳиба Холова, Мастура Бойматова ва Самира Бонуи Сангин аз шаҳри Турсунзода, иштирокчиён Мағфират Юсуфова ва Гурдофарид Хайруллоева аз ноҳияи Варзоб ширкат доштанд. ҳамин тавр иштироккунандагон Наврӯзов Азизҷони 6 сола, Амриддини Адиба, Рӯзиев Суҳроб, Бекова Фариштамоҳ аз ноҳияи шаҳри Нав ба озмун ташриф оварда буданд. аз ноҳияи рӯдакӣ дар номинаи мазкур 4 нафар иштирок намуданд ки онҳо Файзлозода Некрӯз, Мавлонова Малика, Сарфарозова Фарзона ва Тошева Муслима мебошанд. бо ҳамин тариқ аз рӯи номинаи адабиёти бачагона аъзои ҳакамон ғолибони даври савумро муайян намуда ҷиҳати иштирок дар даври ниҳоии озмун роҳхат доданд. ҷои якумро дар байни тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва хонандагони муассисаҳои миёнаи умумӣ иштирокчии хурдсоли озмун аз ноҳияи Варзоб Хайруллоев ва Гурдофарид ки баромади ӯро ҳакамон 80 хол баҳогузорӣ намуданд сазовор гардид. من خلیل گردآفرین خواننده صنف یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 17 از ناحیه ورزاب دهه دهملیک می باشم. آفرین. شما کدام افسانه ها رو میدونید؟ خیلی افسانه ها رو میدونم. بیشتری کتاب های مطالعه نموده من این افسانه های خلقی تاجیک می باشد. قهرمان دوست داشته شما کدام است از همون افسانه ها؟ از من لطافت کنجه و نه قهرمان افسانه ها لطافت هم خودش به افسانه مانند است. گرگی نالان. افسانه گرگی نالان این خیلی افسانه شوق‌آور می باشد و من همین افسانه پسند است. آفرین. کنی نقل کن چی؟ بار گرگ بود او بسیار گرسنه ماند رفت که از پیشش بوز برآمد و بوز گفت ای بوز من تو رو میخورم. بوزک گفت ای گرگ حالا تو مرا نخور من همان بچه رفته پیاز و زیره خورده می آیم بعد تو مرا میخوری. گرگ راضی می شود. بوزک می رود. بعد از چند لحظه گرگ می بیند که نه پیستون حیدر خود به خود میگوید ای گرگی نالان احمق و نادان دیدی که بوزک بیخور با مزک گوشت تیار زیره چی در کار نخواد به پیاز گوشتی نغز ساز به مزه باشد به لذت باشد خوراک نداری هم به مداری اکنون میدانی مرده میمونی. همین تر گفت و راه خود را دوام داد. رفت که از پیشش اسب برآمد و اسب گفت ای اسب من تو را میخورم. اسب گفت تو مرا نخور من خط دارم. تشکر دختر جان. شما اینقدر روی خط کلان دراز پیشنهاد کردید این بفرم از 1000 اثر هم گذشتگی است. همه میره خوندگی شما؟ بله. همه جا خوندگی. آفرین. کنی یک چپک زنید برای این دختر جان. آفرین. کنی سرود آخرین خر بگو. باره شعر به پیشی خر آمده میگوید ای خر من تو را میخورم. بعد خر میگوید حالا تو ایست من به تو یک سرود میخوانم بعد تو مرا بخور. بعد او یک هنگستی بسیار بلند میکشد. شیر از این هنگستی بسیار بلند بیهوش می شود. خر گریخته می رود. بعد شیر می خیزد می بیند که خر هم گریخته رفته است. آفرین.
خب کنی از استاد لاهوتی چی محبوبی چی جانانی چی محبوبی چی جانانی پدر جان، گلی عشق دلی جانی پدر جان، به چشم من زی هر چیزی که گویند چه خوب است به از آنی پدر جان. آفرین. خرگوشک عبید رجب خرگوشک ای خرگوشک، خرگوشک ای خرگوشک، تو هم مشغولی کاری در دستکت چی داری؟ سبزی دارم و کرم به خانه ام میپرم، در روزکی تابستان خورم غمی زمستان. شعر خواهرکمی گلچهره سلیمانی رو میدونی از یاد؟ بله. قرائت کنم. گلی انار، نغمه تار، بوی بهار، خواهرکم علی شب، خنده لب، خانه گپ، خواهرکم مرغ سحر، شیر و شکر، رنگ پسر، خواهرکم علی شب، خنده لب، خانه گپ، خواهرکم. از نامان روزی شعر بزم لاله رو میدونی؟ بزم لاله؟ باید دانی برای لاله لاله های لاله، بلبل آمد به ناله، قهقه زد کبک مست از سر کوه و یاله. از نصر نصر میدونیم اون چه خوندید نصر؟ من خیلی افسانه ها خوندم. یعنی خیلی حکایه نویسنده های خودمون. عزیزی عزیز از عزیزی عزیز. نامی افسانه من بهار آمد از عزیزی عزیز. آفرین. انا از افسانه و حکایه ها وفادار از کی هستین؟ این از محبوبه نعمت‌زاده. محبت یوسف نه؟ محبت یوسف. خب بوزکی جنگلاپو خوندگی؟ بله. کنی شعروش گپ زنم بوزکی جنگلاپو چی میگوید؟ منم بوزکی جنگلاپا میزنم به هر دو پا، تو خوردی علولی من، تو خوردی بلولی من، تو خوردی خشتک سری تنولی من، برو به جنگ شاخ من. از جلال الدین برخی زیارت همسایه. بله. نقل کنم؟ بله. باره به مردی کار خبر دادند که همسایه‌اش بیمار شده است و به زیارت او رود. بعد مردی کار حیران شده خود به خود گفت که من کار هستم و او بیمار هست، گپای او را به زور میفهمم. بعد در راه برآمده فکر کرد من سوال میدهم دوستم چه حال داری؟ میگوید خوبم. میگویم خدا را شکر. میگویم امروز چه خوردی؟ میگوید شربت نوشیدم یا شوربه خوردم. میگویم نوشت باد. میپرسم تو امروز برای دیدنت کدام طبیب می آید؟ یگان طبیب را نام میگیرد. میگویم قدمش مبارک است. بعد او همین طور فکر کرده به پیش همسایه‌اش رسید. بعد گفت چه حال داری دوستم؟ همسایه گفت مرده ایستادم. گفت مردی کار گفت که خدا را شکر. بعد همسایه در غضب آمده گفت که چرا این همسایه من بدی مرا میخواهد؟ بعد باز مردی کار سوال داد امروز چی خوردی؟ زهر خوردم. زهر. بعد مردی کار گفت که نوشد باد. بعد پرسید امروز برای دیدنت کدام طبیب می آید؟ مرد گفت که عزرائیل می آید. عزرائیل. بعد مردی کار گفت قدمش مبارک است، خوب زود صحت می شوی. بعد از این گپ ها همسایه به خشم آمده گفت خود به خود چرا این همسایه من بدی مرا خیلی می خواهد؟ بعد همسایه گفت میلش تا بازی دوستم من رفتم. تشکر. تشکر. تشکر دکتر عزیز. رحمت. تشکر. مقام دوم را باشد 2 نفر بک و فرشتما از ناحیه شهرینا و سرفراز و فرزانه از ناحیه رودکی به دست آوردند و مهارت و ملکه آنها با 78 خالی بهاگذاری کرده شد. شعر دوست داشتن چه است که خوانید همانا؟
باید رجب مرا تنبل نگوید مخکول است خیلی خونید مرا تنبل نگوید گپی دغل نگوید که من اکنون قابلم به این گپ مقابلم بچه‌ای گپ درایم از گپ نمی برایم نمی گریزم از کار در کاری خانه تیار جاروبم همراهی من جاروبم گواهی من از خانه با جاروبم تنبلی را میربم گمان مبرید که من خورده استم انا میبینید جاروب در دستم میدونید بله انا میبینید جاروب دستم با این جاروبم خانه میروبم خب چی نام داشتی؟ فرشته مو همین حکایت سلطان محمود و بادینجان چطور است؟ سلطان محمود و بادینجان سلطان محمود در حالت گرسنگی بادینجان بریان پیش آوردند خوشش آمد و گفت بادینجان طعامی است خوش ندیم باز برای به علیه بادینجان فصلی پرداخت سلطان چون سیر شد و گفت ای مردک همان زمان مدحش می گفتی ندیم گفت من ندیمی تو هستم نه ندیمی بادینجان چیزی تو را خوش آید نه بادینجان را از بابا حاجی یگان شعر میدونی؟ بله خواهی که دانا شوی زور و توانا شوی از ته دل خوان کتاب حکمتی او به حساب آنکه کتابی نخواند زور بدانش بمان از جوره هاشمی یگان بله با چشمکم شنیدم با گوشکم بدیدم آیا درست کردم یا نادرست کردم با پایم خط نوشتم با دستم راه گشتم آیا درست کردم یا نادرست کردم فرشته مو اینجا یک حکایت است کلی به کلاه این چی حکایت است معنیش چیست؟ معنایی که دارد با به کلاه نآمده است و حمامدار او را به او میگوید که تو به کلاه آمدی به اینجا و کلی به کلاه میگوید ای مسلمان این سر از آنی سرهاست که به کلاه برای توان بود یعنی میگوید که این از آن سرهایی نیست که به کلاه آن را به حمام بیارند باید زاکانی همه اینها رو میدونی از یاد کردی اینها رو بله یا که معنایشون رو مضمونشون رو میدونی از مثلی باورستان عبدالرحمن جامی یک افسانه میگویم نه اینجا مثلا جوهی و ماهی چی معنی دارد اینجا؟ چی مضمون دارد؟ جوهی و ماهی وی زنش با او ماهی میارد و زنش دو تای کلانی ماهی را گرفته با پشتی ستال بجا میکند و دختر میآید پدرش به او میگوید این چی گفته ایستاده است دختر جان وی به پیشی ماهی میآورد و میگوید من سوالی ندارم به تو رو انعود از ته دو تا استاد دو تا ماهی هست از آنها پرس گفت سلیم جان سوال ندارید استاد شما تشکر کافی رحمت هزار رحمت دختر جان هزار رحمت
استادانی عزیز و ارجمند، من سرفراز و فرزانه صنف 3 ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 میخواهم در نامیناسیون بچگانه اشتراک ورزم. میخواهم در باره زبان مادری از علی بابا جان یک شعر قرائت کنم. زبانی ما چو دریایی دمان است، به قعرش گوهری تابان نهان است. زبانی تیز و بر را طرزی الماس، سلاحی جاویدانی تاجیکان است. زبانی قصه های باستانی، زبانی در فصاحت داستان است. زبانی خامه فرهنگ سینا، زبانی شوکتی سامانیان است. نوایی اندلیبی طبع حافظ، کلامی سعدی شیرین زبان است. شنو لفظی کمالی نقطه‌دان را، که صاف و تازه چو آبی روان است. زبانی مادری دلبندی دانش، زبانی عینی موجز بیان است. آفرین. از گلچهره سلیمانی یگان شعر میدانی؟ شعری تعطیل دور و دراز، تعطیل ناری. تعطیل دور و دراز، بگو نارین جان بگو، چی نقشه ها داری تو؟ ناری به ما بگفتو، هر پگاه خیسته از جو. با نان و شیر و پنیر، اشکمم را کرده سیر. اندک دم میگیرم، ثانی چیزی میخورم. نغز میدانید شما، عین گرمی هوا. استراحت باید کرد، خوب و راحت باید کرد. بگاهی خورده پلو، میوه های نو به نو. به جاگه می درایم، این بود نقشه هایم. خوب. از میرسید میرشکر شعری زمستان. این دخترک را بنگرید، در تن لباسی سفید. مهمون به نزد او شده است، شادی کنید شادی کنید. نامش زمستان بچه ها، بر پیشوازی او روید. گوید مهمان مرحمت، خوش آمدید خوش آمدید. خوب. نویسنده دوست داشتت کی است؟ از کدام نویسنده بسیارتر خوندی؟ یوسف جان احمدزاده بسیارتر خوندم. کنی یک شعر گو. شعری ای وطنم جان من میدانی؟ یا شعری مرچک دانه یافت؟ مرچک دانه یافت، دانه دولانه یافت. شاد شد و خانه برد، دانه سری شانه برد. مادر انا دانه گفت، دانه ای دولانه گفت. چهره مادر شکفت، چهره مادر شکفت. خوب. از عبید رجب یگان چیستان میدانی؟ چیستان از عبید رجب نمیدونم. اوما یگان چیستان میدانی؟ چیستان میدونم، ترگویک هم میدونم. کو باید بیار؟ ترگویک 7 و 7 و 77 77 و 7 و 7. در بالای کورپچه خوابیده دو گربچه، یالی اسبم یا لایالود. زمیره زیره ذخیره میکند. آفرین آفرین. یگان قصه میدانی از یگان نویسنده؟ حکایه. بله. از عبید زاکانی میدانی؟ عبید زاکانی لطیفه میدونم.
لطیفه یک تا لطیفه گو سلطان محمد پیری ضعیف را دید که پشتداره خار میکشید. سلطان محمد به او رحمش آمد و گفت ای مرد به تو 3 زر بدهم یا درازگوشه یا که گوسپند بدهم یا یک باغ بدهم. مرد میگوید زر بده که در میان ببندم، درازگوش بده که به آن سوار شده گوسپندان را به باغ برم و باقی عمر در دولت تو زندگی نمایم. سلطان محمد از سخن مرد خوش می آید و آنچه که می گوید می کند. آفرین آفرین، تشکر زیاد دکتر جان.